متاسفانه فکرهای ما شما خیلی مسموم شده، فکرهای ما خیلی منفی شده. یعنی طول روز تمرکز این فکر ما بر نداشته های ما هست. طول روز تمرکز این فکر ما روی کمبودهای ماست. انقدر این فکر روی اینا تمرکز میکنه که از داشته های زندگی نمیتونیم لذت ببریم. این فکر غلط باعث شده که ما خود رو بدبخترین آدم روی زمین بفهمیم، از هر چی هم که داریم لذت نبریم. ولی اگر خود ما فکر خود ما رو مدیریت کنیم، اسلام هم همین رو میخواد که تو هر نعمتی که الله تعالی داده، نعمت کوچک، نعمت بزرگ، میری داخل خانه بچه میاد دور بر تو، بچه رو به آغوش بگیر، بگو الله این نعمت تو. خانه ما سرسبز و شاداب شده با همین بچه، الله شکرت. نعمت فرزند به من دادی، فرزند سالم به من دادی، الله سقفی رو سر ما هست، بی منت تو همی داریم زندگی میکنه، آلونکی، خانه کوچکی، هر چی هست، الله شکر تو. صبح سوار ماشینت میشی، هر چی ماشینت میخواد باشه، الله شکر تو، همین ماشین دم دست ما هست، سوار هستیم، دست و پا سالم هست، رانندگی میکنم، بی منت کسی دارم، میرم میام، الله شکر تو. وقتی نعمتها رو خیلی یاد کردی، اون موقع خود انسان تمرکز ذهن و فکر انسان از منفی بافی به سمت مثبت گرایی میره. همه چیزو خوب میبینی، همه چیزو عالی میبینی و جذب چیزای خوب رو هم تو زندگی خودت میکنی. لئن شکرتم لازیدنکم. وقتی شکر آمد، هی اون نعمتها روز بروز اضافه میشه. و وقتی که تذکره نعمتها، یاد نعمتها، شکر نعمتها کردی، در توی قوتی میاد که چی؟ یک روزی اگر یک مشکل کوچکم تو زندگی تو آمد، اون مشکل تو رو از پا در نمیاره، صابر میشی. چرا؟ چون جلوتر در رابطه با 100 تا نعمت فکر کرده بودی، 100 تا نعمت رو تو زندگی دیدی، 100 تا نعمت رو شکر کردی. حالا یک مشکل کوچیک آمده، میگی این کوچیک رو رد میکنیم ان شاء الله به توفیق الله. اللهی که 100 تا نعمت، 1000 تا نعمت به من داده، بدون استحقاق داده، بدون لیاقت داده، حالا یک مشکل آمده، این مشکل رو هم الله حل میکنه ان شاء الله. بعد در تو یک قوتی میاد، از تو یک آدم صابر و قدرتمند ساخته میشه وقتی شکر زیاد باشه تو زندگی. بعضی هستن از اول صبح منفی بافی رو شروع میکنن، کمبودا رو نگاه میکنن، ضعفا رو نگاه میکنن، نداشته ها رو نگاه میکنن. اگر اینطور چیز ما میداشتم، اگر اینطور ما بود چقدر خوب بود، اگر این برنامه اینطور میشد چیکار میشد، چرا ما این رو نداریم، چرا اینطوری نیست. بعد با همین فکر میره از خانه بیرون، اینو ماشین پنچره، بعد میگه یا الله این دیگه باز از کجا آمد، ماشینم پنچره. دیگه همین ماشین پنچر روز او رو تباه میکنه. ولی یکی دیگه هست از اول صبح بلند شده، اسلام به او یاد داده الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. الله شکر تو، سالم از خواب بیدار شدم، مهلت دوباره الله به من دادی، زندگی دوباره الله به من دادی، کلیات سالم، قلب سالم، اعضا جواره سالم. بلند میشه، بچه‌اش میبینه میگه الحمدلله بچه‌های ما الحمدلله زیری سقف هستن، الحمدلله خانه ای هست، الحمدلله یک سفره پهن، اعضای خانواده کنار هم نشستیم داریم صبحانه میخوریم، الله شکر الحمدلله. بعض خانه میره بیرون لباس میخواد بشه، الحمدلله الذی کسانی هذا و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوه. الله شکر تو، این لباس رو تو برای ما پوشاندی و تو به من نصیب کردی بدون هیچ قوت طاقتی از طرف من. از در میاد بیرون الحمدلله، خدا چه هوای خوبی، ماشاءالله چه صبح قشنگی. این قشنگی ها هی میاد تو ذهن. بعد میره میبینه ماشین پنچر، میگه یا الله. اون موقع این همه انرژی داره، این همه قوت داره، میبینه ماشین پنچر، میگه حتما خیریه، این ماشین پنچره حتما توی خیریه. بعد با همون انرژی قبلی لاستیک خیلی زود پنچرگیری میکنه و عوض میکنه و فلان، بعدم میره. یعنی افتاده رو ریل مثبت نگری، افتاده رو میل، رو ریل شادی آفرینی، افتاده رو یک ریلی که شکرگزاره. حالا میینه ماشینم پنچر، یک لبخند میزنه، میگه حتما توی خیره هست. ما هستیم که باید نگاه خود رو به دنیا عوض کنیم و با این نگاه خود ما میتونیم دنیای خود ما رو بدترین جا برای خود ما بکنیم.
و با یک نگاه مثبت و شکرگزاری از نعمتهای الله دنیا رو برای خود ما قشنگ کنیم. البته اینا رو توتیوار نکنیم، عرض کردم که اینا رو با استحضاری فضائل اینا بکنیم. اینا رو وقتی میخوانیم بگیم این سنت نبی هست، این طریقه نبی هست، این دعاهایی که از نبی ثابته. ترجمه اونا رو با خود ما اگر تونستیم مرور کنیم، فضائل او رو در ذهن خود ما مرور کنیم، توتیوار نخوانیم اینا.